مشاهده کنیم. این هم لحظه است که لکچیرا اشتباه میکنه و دروازه استیلازین به این شکل باز میشه. یارگیری در محوطه جریمه. کریمی روی دروازه بلند برمیگردونه. اینجا خطرناک است این توپ که به شکلی خطرناکتر توپ از مقابل دروازه عبور میکنه. عصبانی و گله‌مند بود. حالا یک فرصت برای بازیکنان مقاومت سپاسی، فرصت برای امین متوسل زاده و نقطه پنالتی به سود مقاومت شهید سپاسی و کارت زرد برای محمدی بود که این خطا رو مرتکب شد و یک کارت زرد میگیره از حاجی پور. پشت توپ مرداد کریمیان توی دروازه نشاجو و میگیره توپ این دروازه بازیکن رو و در برگشت هم کرمی موفق نیست تا توپ رو وارد دروازه کنه. کریمیان حرکت میکنه. این بار ایران پوریان فرصت برای مقاومت سپاسی و بیرون میزنه. بازی جوان مردانه در اوج لحظه اساس مسابقه. حالا بازیکنان استیلازین حامد کاویان پور هست که میره میبوسه امین متوسل زاده رو که در حالی که دروازه استیلازین به این شکل خالی و بدون دروازه بود توپ رو به دروازه نمیزنه و توپ رو به بیرون میزنه تا بازی جوان مردانه رو انجام بده. این طرف هم مربیان و دستاندرکاران تیم مقاومت شهید سپاسی این کار پسندیده امین متوسل زاده رو تقدیر میکنن و از او تشکر میکنن. آوانتاژ به موقع. فرصت برای کریمی، کار میکنه روی کریمی. خود کریمی پا رو عوض میکنه. حالا میاره بیرون تا شاپورزاده کاری رو انجام بده روی دروازه. فرصت و توی دروازه ضربه سر از غلامی، بازیکن شماره 9 استیلازین. حالا فرصت برای مقاومت سپاسی و توپی که شکل خطرناک از بالای دروازه استیلازین به بیرون میره. کریمی گودرزی سریع حرکت میکنه. پاس عالیه مرداد کریمیان. فرصت برای بازیکنان مقاومت سپاسی. یک موقعیت و توپی که با دخالت لکچیرا به دروازه‌بان نشاجو میرسه. برای افشه، فرصت برای افشه، موقعیت برای مقاومت سپاسی و اعلان آفساید. آذری هم دورخیز کرده. کریمی میزنه و خطرناک موقعیت برای استیلازین. این فرصت نوروزی برای آذری بلند روی دروازه. فرصت برای استیلازین و خطا قبل از اینکه توپ وارد دروازه بشه. خطای بازیکن استیلازین غلامی رو اعلام کرده بود روی دروازه. فرصت برای متوسل زاده مشت میکنه دروازه‌بان. کوهنورد و ضربه نفسگیره امین متوسل زاده. نوروزی برای شاپورزاده. فرصت برای بازیکن استیلازین. موقعیت برای این تیم و توی دروازه. بالاخره شرفی یکی از دو گلش پذیرفته میشه. یک گل رو دقایقی قبل به همین صورت وارد دروازه کرد که مردود شمرده شد. مراجعه فرمایید. پاشنه برای او آماده میکنن و این شکل دروازه مقاومت سپاسی برای بار دوم باز میشه.